بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. صدق الله. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. در آغاز این سوره مبارکه عرض کردم که در این سوره بیشتر احکام هست، امور انتظامیه هست. از این امور انتظامیه و احکام 14 تا حکم هستند که مربوط به رعیتند که اون 14 تا حکم را شما خواندید و 9 تا حکم دیگه مربوط به حاکم هستند که این احکام را احکام سلطانیه میگوییم. این احکام سلطانیه 3 تایشون تا اینجا خوانده شد و در این آیه که قرائت گردید تلاوت شد حکم 4م هست از احکام سلطانی. این درباره منافقین هست. این حکم منافقینی که می آمدند در مدینه طیبه و بعد از مدینه طیبه می رفتند بیرون، ظاهر اظهار ایمان می کردند اما بعد می رفتند و به کفر ادامه می دادند. اینها بعد از اینکه از مدینه می رفتند خب 2 حالت داشت. یا اینکه می رفتند با قومی زندگی می کردند که بین شما مسلمانان و بین اون قوم پیمان بود، معاهده بود. یا اینکه نه، می رفتند جای زندگی می کردند که هیچ پیمانی بین شما و اونها نبود، اینها به کفر ادامه دادند. حال بین صحابه اختلاف شد که آیا با اینها میتونیم بجنگیم، اینها هم جز کفار هستند یا نه، اینها اجازه جنگ با اینها نداریم. بعضی میگفتند اجازه جنگ نیست چون که اینها به ظاهر اسلام آوردند، بعضی میگفتند که نه، باید با اینها درگیر شد. الله عزوجل در این آیه در واقع توبیخ فرموده، زجر بیان فرموده که چرا درباره منافقین شما 2 گروه هستید. وقتی که اینها ایمان ندارند شما با اینها میتونید بجنگید، شما میتونید با اینها درگیر بشید. البته اون صورت استثناء کرده که اگر این منافقین در پناه قومی باشند، پیش قومی باشند که بین شما و بین اون قوم پیمان هست، اون وقت به خاطر اون پیمان، به خاطر اون معاهده شما اجازه جنگ ندارید. کل جریان این آیات همینه. بعضی دیگر از مفسرین گفتن این درباره منافقینه که در جنگ احد همراه بودن، مثل عبدالله ابن ابی و غیره. اینها بعدن که روحیه مسلمانان را تضعیف کردند، انتقاد کردند
و جهاد را ترک کردند، رها کردند، رفتند. درباره اونها مسلمانان دو گروه شدند. یک گروه گفت باید با اینها بجنگیم، یک گروه گفت نه با اینها نجنگیم، به ظاهر از خودمان هستند. بعدا هر کس میگوید که اینها افراد خودشون را میزنند، افراد خودشون را میکشند، لذا بهتره که با اینها را بذاریم به حال خودشون. علی ای حال الله فرمود فما لکم فی المنافقین فئتین، چی شده شما را، یعنی چرا شما درباره منافقین دو گروه هستید. والله ارکسهم بما کسبوا، رکس و نکس به معنی سرنگون شدن، به معنی برگشتن. خداوند اونها را سرنگون کرده و برگردانده. ای ردهم الی الکفر، روح المعانی گفته یعنی اونها را به کفر برگردانده. بما کسبوا، خداوند برگرده به کفر، اونها را برگردانده به سبب آنچه که کسب کردند، یعنی به خاطر عمل کردشان، به خاطر نفاقشان اونها رفتن به کفر. شما چرا الان با اونها درباره اونها درگیر هستید که اینها را مسلمانند یا نیستند، بجنگیم یا نجنگیم؟ کار شما نیست که شما اونها را هدایت کنید، کار شما نیست که شما اونها را بر مسیر دین بیاری. کسی را که خدا گمراه کند کسی نمیتونه اون هدایت کند. لذا الله می فرماید اتریدون ان تهدوا من اضل الله، آیا شما می خواهید هدایت کنید کسی را که خدا او را گمراه کرده؟ اضل الله پایین شما بنویسه به دلیل عناد، چون که عناد داشته و گمراه شده الان میتونی اون هدایت کنی. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، هر کسی را الله گمراه کند هرگز نمیابی برای او راه هدایت نمیابی. نفی مختار کل از پیامبر است، حتی پیامبر نمیتونه کسی را که خدا گمراه بکنه هدایت فرماید. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، این غلوف اونها در کفر است. چقدر اینها در کفر غلوف دارن، افراد دارن، حتی اونها دوست دارن، تمنا دارن کفر شما را، که شما به کفر برید، شما به سوی بی ایمانی برید. ودوا لو تکفرون، آنان دوست دارند لو تکفرون، این که شما کفر کنید. لو مصدریه هست، ای کفرکم، دوست دارن کفر شما را. کما کفروا، چنانچه خودشان کفر کردند، خودشان کافر شدند، دوست دارن شما مثل اونها باشید. فتکونون سواء، شما با هم دیگر برابر باشید. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، پس شما با آنان دوستی نکنید، از آنان دوست نگیرید و با آنان صمیمی نشید. حتی یهاجروا فی سبیل الله، حتی که هجرت کنند در راه خدا. ببینید اون زمان هجرت فرض بود. وقتی که این منافقین به ظاهر ایمان آورده که در خونش در امان باشه، بعد میره با کفر، با ملت کفر زندگی میکنه، با دشمنان شما زندگی میکنه، پس خداوند میفرماید که شما به هیچ صورت با اونها مودتی، موالاتی، دوستی داشته نباشید تا زمانی که خودشان برگردن. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. اما فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آنها برگشتند، تولوا بنویسه عن الهجره، اونها گفت ما هجرت نمی کنیم، با کفر میخواستن زندگی کنند. فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، بگیرید آنها را و بکشید هر جا که یافتید. یعنی منافقین که به ظاهر ایمان آوردند بعدا رفتند به طرف کفر، اونها را هر جا هستن بگیرید. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، از آنها ولی دوست و یاور نگیرید، حامی و نصرت کننده نگیرید.
ببین اینجا یه مسئله، یک آیه‌ای که قبلا ما خواندیم در سوره تحریم، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، ای پیامبر با کفار و با منافقین بجنگید. اگر اونجا به ذهن شریف باشه، بنده عرض کردم بعضی از مفسران گفتن که با کفار جنگ کنید به سنان و المنافقین، با منافقین بجنگید به لسان، با زبان. توجیه میکنن آیه را، با منافقین با زبان بجنگید، چون که اجازه جنگ با منافقین با شمشیر نیست. ولی اونجا اگر به خاطر شریف باشد، بنده عرض کردم حضرت شیخ رحمه الله معتقد است که نه، با کفار و منافقین با هر دو جنگ با شمشیر است. اون وقت می گفتیم پیغمبر که با منافقین جنگ نکرد، با منافقین مدینه، با عبدالله ابن ابی، با لشکر او، چطور با منافقین جنگ بشه؟ اونجا عرض کردم که حضرت شیخ رحمه الله می فرماید که منافقین دو گروه هستند. یک گروه از منافقین، منافقینی که در مدینه هستند، در صف همراهند، در جهاد همراهند، با اونها جنگ نیست. اما گروه دوم از منافقین، منافقینی هستند که بیرون با حربی ها زندگی میکنند، به ظاهر ایمان آوردن رفتن با اونها دستور جنگ هست. لذا در اون آیه همون نوع منافقین مراد هستند. اینجا هم ببینید اون تفسیر تایید میشه، چون خدا میفرما اگر آنها را دیدید آنها از هجرت سر باز زدند، نیامدند مدینه، با همین کفار زندگی کردند و ادامه دادند، فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم، آنها را بگیرید بکشید هر جا دیدید، و با آنها هیچ دوستی و هیچ نوع کمکی به اونها نکنید، نداشته باشید از طرف اونها. الا الذين يصلون، این گروه دوم است. البته شما با اون منافقین نجنگید، که این منافقین وقتی که از پیش شما رفتن، خب پیش شما که باشه هم با اونا نمی جنگید. از پیش شما که رفتند در پناه قومی رفته که شما با اون قوم پیمان دارید. خب با اون قوم که پیمان دارید دیگه با هم پیمان خودتون دیگه نمی جنگید. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، گروه دوم منافقین، مگر کسانی که میرسند الى قوم، بسوی قومی، یعنی میروند با قومی زندگی میکنند، در پناه قومی زندگی میکنند که بینهم و بینهم میثاق، بین شما و بین آنها پیمان هست. او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم، یا اینکه آنها می آیند خودشون تسلیم میشند، می آیند پیش شما. حصرت صدورهم، حصرت جمله حالیه هست، جمله حالیه که باشه قد مقدره، ای قد حصرت، در حالی که بدون شک دلشون تنگ هست از اینکه با شما بجنگند، یعنی قلبا اونها آمادگی جنگ، توان جنگ نه با شما دارن نه با قوم خودشان دارن. لذا میگه با شما هم ما نمی جنگیم، با شما هم پیمان میبندن، با قوم خودشان هم پیمان میبندن. او جاءوكم قد حسرت ان يقاتلوكم، عن مقدر است، عن ان يقاتلوكم، از اینکه با شما بجنگند، او يقاتلوا قومهم، یا اینکه با قومشان بجنگند. میگن ما نه با شما کار داریم نه با اونها، ما با هیچ که جنگ نداریم. خب با اینها شما نجنگید. ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، این منت الهی است، لطف خداست که خداوند رعب شما را بر دل اونها انداخته، اونها تسلیم. اگر خدا میخواست لسلطهم، اونها را مسلط میکرد بر شما، فلقاتلوکم، با شما می جنگیدن. اما الان میگن نه، ما جنگ نداریم، از شما میترسن. الان که جنگ ندارند و میترسند، الله میفرماید
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، اگر آنان از شما جدا بشند، از شما فاصله بگیرند، پس با شما نجنگند، و القوا الیکم السلام، به سوی شما صلح بیندازند، یعنی اعلام صلح بکنند، فما جعل الله لكم عليهم سبیلا، قرار نداده الله برای شما بر آنان راهی یعنی راهی برای دستگیری اونها، برای قتل اونها، برای کشتن اونها شما ندارید، شما دیگه با اونها کار ندارید. یک گروه دیگه از منافقین هستند. این گروه میخواهند هم با شما با نفاق بازی کنند، هم با قوم خودشان. پیش شما میگه ما با شما هستیم، پیش قوم خودشون میگه ما با شما هستیم، در حالی که صرفا منافع خودشون را در نظر دارند، نه با اونها هستن نه با شما هستن. درباره اینها الله تعالی میفرماید که اگر اینها تسلیم نشدند، اینها از شیطنت دست نکشیدند، اینها را هم بزنید، با اینها هم بجنگید. الله میفرماید ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، ان قریب شما میبینید دیگه منافقین را، آخرین یریدون ان یأمنوکم، میخواهند از شما هم ایمن باشند، و یأمنوا قومهم، از قومشان هم ایمن باشند. یعنی اونا هدفشون اینه که شما هم کارشون داشته نباشید، قومشون هم کار داشته نباشند. اینا کی هستند؟ علامه اندلسی گفته منه علی طائفه اخرى، نبه علی طائفه اخرى. خداوند ما را متنبه فرمود بر گروه دیگر از منافقان، یریدون الاقامت فی مواضعهم مع اهلیهم، میخواند هر جایی که با اهل و عیالشون زندگی میکردن همون جا زندگی کنن، اصلا از شهرشون جدا نشند، از خانهشون به طرف شما نیایند. یقولون لهم نحن معکم، به قومشان میگویند که ما با شماییم، و علی دینکم، به دین شماییم. و یقولون للمسلمین کذالک، به مسلمانان همینطور میگویند. اذا وجد، وقت مسلمانان را ببینند به مسلمانان همینه میگن، به قومشون هم همینه میگن. خب شما اگر با مسلمانان هستید، اون زمان هجرته، هجرت کنید بیایید مدینه، بیایید اینجا دین خودتون را حفاظت کنید. خب اینجا هم نمیاند. لذا خدا میفرماید که با اینها بجنگید. کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها، الله میفرماید هرگاه که به سوی فتنه، منظور از فتنه الشرک عن الصدی، روح المعانی گفته شرک، هرگاه که به سوی شرک برگردانده میشوند، ارکسوا فیها، یعنی سرنگون می افتند در آن. منظور اینه که به سوی کفر با سرعت می روند و به سر می روند، اما یعنی کفر را دوست دارند. خب اینها وقتی که کفر را دوست دارند فقط میخوان از شمشیر شما ایمن باشند. فإن لم یعتزلوکم، اگر اینها از شما فاصله نگیرند، و یلقوا الیکم السلام، و یلقوا اینجا هم لم مقدر است، ای لم یلقوا الیکم، چون عطف است بر یعتزلوکم، و به سوی شما پیغام صلح نفرستند و صلح نکنند با شما، یعنی با همون محاربین زندگی کنند. و یکفوا ایدیهم، ای لم یکفوا ایدیهم، دستان خودشون را از شما باز ندارند، یعنی با شما بجنگند. الله حکم اینها را هم گفته با اینها هم به شدت بجنگید. پس این منافقین را ببینی، هم منافقند، با اونها دستور جنگ است. پس اون منافقینی که پیغمبر دستور داد، خدا اجازه نداده با اونها بجنگیم،
منافقینی که با ما در یک صف زندگی میکنن، نه منافقینی که با کفار با دشمنان ما زندگی میکنن. هر وقت پیش ما میان میگن ما با شماییم. خب شما با ما اونجا چی کار میکنید؟ لذا الله میفرماید این گروه سوم را فخذوهم واقتلوهم حیث ثقفتموهم، آنان را بگیرید بکشید هر جای یافتید. چرا؟ چون اینها بر چی هستند؟ جزء بظاهر شما هستند اما جزء دشمنان هستند. و اولئکم جعلنا لكم علیهم سلطانا مبینا، این گروه این افراد ما قرار دادیم برای شما بر آنان سلطان. سلطان به معنی تسلط است، اما اینجا به معنی دلیل و مدرکه. مدرکی برای کشتنشون دارید، دلیل و قانع کننده دارید. اون چیه؟ با دشمنان شما جنگ زندگی میکنند، با دشمنان شما نشست و برخاست دارند. اگر مؤمنن چرا هجرت نمی کنن به سوی شما نمی آین؟ دلیل آشکار، دلیل واضح، مدرک آشکارا بر علیه اونها شما دارید. خب این حکم سلطانی چهارم بود. خلاصه این حکم این بود که منافقین حکمشون چیه؟ آیا با اونها هم بجنگیم یا با اونها نجنگیم؟ اگر منافقین با ما در یک جا زندگی میکنند، در یک صف نماز میخونند، در جهاد ما شرکت دارند، خب اونها ولو اینکه در دل منافقن حوالهشون میکنیم به خدا، با اونها کار نداریم. اما کسانی هستند که با دشمن نشست و برخاست دارند، با دشمن همراه هستند، ما را به ظاهر فریب میدهند و هر وقتی که بر ما تسلط بیابند ما را مهلت نمیدن، مجال نمیدند. خب اینها را فرمود هر جا دیدید اینها را از پای در بیارید. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. حکم سلطانی پنجم درباره قتل هست، درباره کشتن انسانی. شما میرید به طرف دشمن، با دشمن بجنگید، دشمن رو میزنید، اشتباهاً شما یک مسلمانی را میزنید، از دست شما مسلمانی تلف میشه، مسلمانی کشته میشه. این حکمش چیه؟ این حکم پنجم هست که این هم متوجه حاکم هست. این دستور ببینید بستگی دارد که این مسلمان کشته میشه چه مسلمانی هست، و یا اینکه مسلمانی نیست، مستأمنی هست، کافری هست که شما او را امان دادید، کافر ذمی که با شما زندگی میکنه، شما تعهد کردید مثل مسلمان جان و مالت محفوظ بیت تعرض نمیشه. خب شما اگر چنین ذمی را کشتید یا چنین مسلمانی را کشتید که با شما زندگی میکنه، یا مسلمانی که با شما زندگی نمیکند، با کفار زندگی میکند، خب سه صورت شدند. این سه صورت حکم هر یکی متفاوت است. اولین اونه که شما اشتباهاً میزنید مسلمانی را که این مسلمان در دارالاسلام زندگی میکنه و هم مسلمان است هم در دارالاسلام است. این حکمش اینه که دو چیز متوجه شما میشه، یکی دیه و یکی کفاره. کفاره قتل هست، قتل خطا. دوم دیه که شما او را اشتباهاً کشتید. الان اشتباهاً یا اینکه شما چیزی دیگری را هدف قرار دادید، شما شکاری را زدید، تیر شما به اون اصابت کرد، یا اینکه شما دشمنی را زدید، فکر کردید دشمن شما او را زدید،
بعدا دیدید خودمانی هست، از خود ماست. لذا الله می فرماید و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. برای مؤمن سزاوار نیست، در شأن مؤمن نیست، برای مؤمن مناسب نیست ان یقتل مؤمنا، اینکه مؤمنی را بکشد، الا خطأ، مگر خطأ بکشد. خطأ که بکشد اون دیگه در اختیار خودش نیست، بلا اختیاره. و من قتل مؤمنا، سورت اول، و من قتل مؤمنا خطأ، کسی مؤمنی را خطأ بکشد، فتحریر رقبت مؤمنه، این حکمش است. اول کفاره، پس بر او هست گردنی آزاد بکنه، آزاد کردن گردن مؤمنه. دوم و دیت مسلمت الى اهله الا ان یصدقوا، و اینکه دیتش را تسلیم بکنند به اهلش، به اهل مقتول، به ورثه مقتول، الا ان یصدقوا ای یتصدقوا، مگر اینکه اونا تصدق کنند، یعنی ببخشند، کل را یا بعض را. خب اون وقت دیه کل از او ساقط میشه یا بعض از او ساقط میشه، اما اون کفاره جای خودش هست. خب پس ببینید اینجا دو چیز متوجه هست، هم کفاره هم دیه. صورت دوم اینه که مسلمانی را میزنی، اما این مسلمان در دارالحرب زندگی میکنه، با دشمن زندگی میکنه، در دارالکفر نیست. اینجا فقط کفاره بر شما هست، دیه نیست. دیه را که بدی اونجا ورثهش در دارالحرب هستند، لذا به این دیه تعلق نمیگیرد، چون این در جایی نبوده که محفوظ باشد و بماند. لذا الله می فرماید فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر این مسلمان از قومی باشد که دشمن شماست، یعنی حربیه، اما خود این وهو مؤمن، قومش حربیه، با شما جنگ داره، اما این مؤمن است، فتحریر رقبت مؤمنه، پس اینجا آزاد کردن گردن مؤمنه. باید کفاره بدی، غلامی آزاد کنی. این دو صورت. صورت سوم اینه که شما کسی را میکشید که مسلمان نیست، غیر مسلمانه، مثل غیر مسلمانانی که تو شهر خود ما زندگی میکنند، هندو هستند، سیک هستند، مسیحی هستند، یهودی هستند، اشتباها از دست ما کشته میشه. نباید او را کشت. او را وقتی که ما امان دادیم، وقتی که حاکم مسلمان به او ویزا داده، به او اقامت داده، این به معنی امان دادن است. تا زمانی که اینجا باشی در امانی و او جنگ نداری. خب اینجا پس هم مثل همون کشتن مسلمان، هم دیه تعلق میگیرد و هم کفاره. توجه داشته باشید. و این کان من قوم عدو بینکم و بینهم میثاق، اگر از قوم دشمنی باشد، اگر از قومی باشد که بین شما و بین آن قوم میثاق است، معاهده و پیمان هست، و همین هم که از شما امان گرفته دیگه نوعی پیمان هست دیگه، فدیت مسلمت الی اهله، پس دیه تسلیم بشه به اهلش، و تحریر رقبت مؤمنه، و آزاد کردن گردن مؤمن، آزاد کردن غلامی مؤمن. سه صورت قتل خطا هستند. صورت قتل عمد میاد، اما اینجا درباره کفاره سخنی هست، صحبتی هست. او اینه که اگر کسی نداشت که کسی نتوانست
نتوانست مثل امروز که نمیتونه کسی غلامی را آزاد کنه چون وجود نداره. الله عزوجل راه دیگری فرموده، جایگزین، بدل. اون چی هست؟ 2 ماه روزه گرفتن. فمن لم یجد، کسی نیافت رقبه مؤمن را، فصیام شهرین متتابعین توبة من الله، پس روزه 2 ماه پیاپی توبة من الله. این برای قبول توبه و پذیرش توبه شماست از جانب الله که کار اشتباهی کردی، دقت نکردی. و کان الله علیما حکیما، الله علیم هست، همه مسائل را میداند و در کارهاش با حکمت است. ببینید اینجا درباره قتل خطا ما خواندیم که هم کفاره هست و هم دیه هست. دیه را که خب انسان باید بده، اما دیه دادن وقتی یک نفر اشتباها میمیره، 2 نفر میمیرن، 3 نفر میمیرن، به همه باید دیه داد. بالخصوص امروز قتلهای خطای امروز که بعضی ها اشتباها از دستشون قتل میشه، چند نفر کشته میشن، خطایی میشه چند نفر کشته میشن، به همه باید دیه داد. اما برای همه جداگانه کفاره گرفت. مثلا یک راننده اتوبوس است، این در رانندگیش اشتباه میکند، اتوبوسش واژگون میشه، 10 نفر کشته میشه، 20 نفر کشته میشه. الان ما خب برای دیه باید 20 نفر جداگانه دیه داد، لازم هست، اونجا بحثی نیست. اما 20 تا کفاره، امروز که غلامی نیست، بردهی نیست، 20 تا 2 ماه روزه بگیره میشه 40 ماه، یعنی تمام عمرش روزه باشد. از توان یک انسان چیه؟ خارج هست. لذا این باید چیکار بکنه؟ در این رابطه مجمع فقهی ما بحث کرده، گرچه نتونسته یک نتیجه و یک جنبندی بگیره، اما به صورت احتیاطی یک فتوایی صادر کردن. بسیاری خوب معتقد هستند که کفاره چی میشه؟ ادغام میشه، یعنی 20 قتل میشه یک کفاره برایش گرفت. اما فقها عبارت صریح دارند که در کفاره ادغام نیست وقتی که متفاوت باشه، لذا باید که 20 تا 2 ماه بگیرد. اما اینجا گفتن که اگر به این صورت عمل بکند که چون اگر روزه نتونه بگیره، باز برای روزه فدیه هست. احتیاطاً اینطور فتوا دادند که یک روزه بگیره، یک روزه یعنی 1-2 ماه منظور هست، و برای بقیه احتیاطاً چون که از توانش خارج هست، برای روزه های دیگه فدیه بده، به هر دو عمل بکنه که شاید خدای عزوجل از گردن او ساقط بکنه. و الا امروزه خیلی مشکل هست برای هر قتل خطای جداگانه کفاره بده. والله اعلم. این فتوایی هست که علماء معاصر فتوا دادن. خب و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. اینجا صورت دیگری از قتل میخوانیم، صورت قتل عمد، صورت قتلی که انسان قصدن میکشد، عمدن میکشد، اونم مسلمانی را. اینجا الله عزوجل حکم اخرویش را بیان فرموده. حکم دنیویش که شما خواندید در سوره بقره،
کتب علیکم القصاص فی القتل. قصاص هست از نظر دنیا، اما از نظر آخرت الله عز و جل 5 جزا ذکر فرموده و بسیار جریمه غلیظ و جریمه سنگینی ذکر شده. یکی از اونها اولی هست فجزاؤه جهنم خالدا فیها، جزایش جهنم هست، و دومی که خالدا فیها، همیشه در جهنم میماند. خب ما یه بحثی داریم با معتزله و خوارج که ما معتقدیم اگر یک مسلمانی مرتکب گناه کبیره شد، این مسلمان به خاطر این گناهش به کیفر عملش میرسد، اما از دایره دین و ایمان و اسلام خارج نمیشه. معتزله و خوارج معتقد این خارج میشه، از اسلام خارج میشه. الان یکیش میگه خارجی میگه کافر میشه، معتزله میگه بین اسلام و کفر یک در وسط یک جای و مقامی هست، ولی اسلام نیست، مسلمان نیست، و میگوید جزاش برای همیشه در جهنم است. یکی از استدلالاتشون این هست، این آیه هست که فجزاؤه جهنم خالدا فیها. خب علمای اهل سنت پرداختن به توجیهش، توجیهات مختلفی کردند. بعضی ها گفتند که خالدا فیها کنایه از زمان طولانی هست، خالدا مخلدا آمده هم، یعنی خیلی خیلی طولانی. ما در عرف خودمون هم میگیم که برای همیشه، یکی رو میگیم برای همیشه زنده باشی، برای همیشه. خب میدونیم همیشه زنده نخواهد بود، یعنی عمر طولانی داشته باشی. لذا بعضی گفتن خالدن کنایه از چی هست؟ زمانی طولانی. بعضی گفتن منظور مستحل است، کسی که حلال بداند. اما اینجا بعضی از مفسران نکته‌ای بیان کردند و شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله هم همین توجیه را دارد که این نکته به دل می نشیند. اون اینه که ببینید اینجا مطلقاً قتل عمد نیامده. قتل عمد کسی که مؤمن است، صفت مؤمن ذکر کرده. صفت مؤمن را چرا ذکر کرده؟ این منظور از قتل عمد، عمد درجه کامل. عمد درجه کامل اینه که یک کسی را شما، کسی یک مسلمانی را میکشد چون که با او اختلافی دارد، با او عداوت دارد، با او حسابی دارد، خلاصه میزنه زید را میکشد. هر که میگویند زید را کشت، خب باش مشکل داشت، عمدن کشت. این یک قتل عمد است، این هم عمده. اما عمد درجه کامل اونه که زید را کشت، نه، یک مؤمنی را کشت. چرا کشت؟ صفت مؤمن وقتی که می آید علت همین صفت قرار می گیرد. ما یک قاعده ای داریم که گاهی در بعضی چیزها وقتی که صفت ذکر میشه علت اون حکم همون صفته. اینجا مؤمنی را کشت. چرا کشت؟ چون که مؤمن است، به خاطر ایمانش او را کشت. پس به خاطر ایمان وقتی که او را کشت، این خودش از دایره ایمان چیه؟ خارجه دیگه، این مسلمان نیست. پس منظور از این قاتل، قاتلی هست که خودش مسلمان نیست، چون که یقتل مؤمنا، مؤمنی را میکشد، به خاطر ایمانش میکشد. چنانچه امام نصفی در تفسیر خودش، تفسیر مدارک نوشته و من یقتل مؤمنا، نوشته قاصدا قتله لایمانه، او را میکشد. چرا؟ به خاطر ایمان میکشد. و هو کفر،
این خودش کفره. یه مسلمانی را به خاطر اینکه چون مسلمان است، یه مؤمنی را به خاطر اینکه چون این مسیر را گرفته، این مسیر ایمانی را، خب خود قاتل چیه؟ کافره دیگه. بله، قاصدا قتله لإيمانه وهو كفر او قتله مستحلا لقتله، یا او را میکشد و قتلش را حلال میداند و هو کفر ایضا، اینم کفره. پس این قید مؤمنان بیانگری چی هست؟ بیانگری این است که کشتنش به خاطر مؤمن بودن است. لذا الله می فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، هر کسی مؤمنی را میکشد، عمدن میکشد، به خاطر اینکه مؤمن است میکشد، پس جزایش جهنم هست. یک. دوم اینکه خالدا فیها، همیشه در آن جهنم میماند. سوم و غضب الله علیه، خشم الله بر او، از خدا خشم کرده، غضب کرده بر او. و لعنه، و بر او لعنت کرده، یعنی از رحمت خودش به دور او را نگه داشته. و اعد له عذابا عظیما، و برای او مهیا کرده، آماده کرده عذاب عظیم. 5 چیز شده، یکی جزاء جهنم، دوم خالدا فیها، سوم غضب الله علیه، چهارم لعنه، پنجم اعد له عذابا عظیما. از این کلمات تندی که الله عزوجل استعمال میفرماید معلوم میشه که این شخص خودش مؤمن نیست، ایمان ندارد، میکشد یک مسلمانی را. خب این قانون پنجم بود از قوانین سلطانیه. و قانون ششم از قوانین سلطانیه، قوانینی که متوجه حاکم است، اینه که شما وقتی که میروید جایی در راه خدا میرید، برای جهاد میرید، برای غزوه میرید، در کشتن انسانها، در کشتن افراد دقت کنید، تحقیق کنید واقعا کسی غیر مسلمان هست، نامسلمان هست، بکشید. به محض اینکه شما فکر میکنید مسلمان نیست، نکشید. شما اول تحقیق کنید، بررسی کنید. یا بالخصوص کسی که بظاهر اظهار اسلام میکند، کسی که اظهار اسلام میکند اونا نکشید. در رابطه با این شأن نزول های متعددی نوشتن، قبلا هم خدمت شما عرض کردم که شأن نزول نوشتن چون مصادیق این آیه هستند اون جریانات. یکی گفته که فلان واقع هست، یکی گفته فلان واقع. خب اصل آیه کلی هست، اون واقعات به صورت مصداق میتونن مصداق آیه باشند ولی شأن نزول نیستن. در بعضی روایت ها هست که صحابه رفتند به طرف غزوه‌ای، رفتند، یه چوپانی بود گوسفند داشت، تا که صحابه را دید سلام گفت، سلام که گفت زدن او را کشتند. گفتن این از ترس گفت. در بعضی روایت ها می آید که صحابه کسی را که میخواستند بزنند اظهار کلمه را گفت این از ترس گفت، در جنگ بود، او را زدند. چون کلمه اعلام صلح است، اعلام تسلیم شدن است. و جریانات دیگر. من اینجا یک نکته خدمت شما عرض می کنم، اون اینه که انسان وقتی که اسلحه به دست میگیرد، وقتی که شمشیر و سلاح و تفنگ به دست میگیرد، انسان در یک موضع قدرتی قرار میگیرد. در موضع قدرت که قرار میگیرد برایش کشتن راحت است. اما این فرد باید بیشتر قوانین را، بیشتر ضوابط را رعایت کند. خیلی مهم است. انسان فکر میکنه که جهاد راحت، هر که جلوی آمد بکش. نه، در جهاد خطا کردن، اشتباه کردن
بسیار سنگین هست و گاهی جبران ناپذیر است. حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه که بعضی مصداق این آیه ایشون را قرار دادند، اسامه یک کسی را کشت که میگه در اون جنگ، در اون جریان این کافر چندین مسلمان را از پای در آورد و تا به مسلمانی میرسید میزد، سرش را جدا میکرد. میگه من کمین کردم که یه جای خوبی بتونم بر اون مسلط بشم و بزنم، دنبالش بودم و تعقیبش بودم تا اینکه من بر اون مسلط شدم. که مسلط شدم حمله که کردم، کلمه خواند، لا اله الا الله خواند. من میدونستم این از ترس میخونه، عقیدش همین بود، لذا میگه مجالش ندادم، زدم، تمامش کردم. اینجا با افتخار خدمت رسول الله گفت یا رسول الله من چنین کسی را کشتم. رسول اکرم صلی الله علیه و گفت که او را کشتی که لا اله الا الله خواند؟ گفت بله یا رسول الله از ترس خواند. گفت که مگر قلبش را شکافتی؟ از درونش خبر داشتی که این از ترس گفت؟ چنان رسول الله این صحابی را توبیخ فرمود که این صحابی اسامه رضی الله تعالی عنه می گفت که کاش من اون روز مسلمان شده بودم. به این معنی که مسلمان شدن تمام گذشته را کفاره می گرداند. کاش من تازه مسلمان شده بودم. لذا کشتن یک انسان بسیار مشکل است، بسیار سنگین. بعد از اون حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه در جریانات بعدی بویژه بعد از رسول الله بین صحابه که اختلاف افتاد اصلا دخالت نکرد از ترس که مسلمان هستند. پس کشتن مسلمان امروز باید مجاهدین این نکته را خیلی رعایت کنند. بعضی ها متاسفانه خیلی تند فتوا صادر می کنند. کسی میگه که کسی که مثلا آمریکا آمده یکی از بلاد را بر یکی از بلاد اسلامی تسلط پیدا کرده، کسی را شنیدم اینطور فتوا میداد. اینقدر با این تندی درست نیست. میگه گفت که آمریکایی را هر جا دیدی بکشید، اگر وطنی را دیدی که با آمریکایی کوچکترین همکاری میکند بکشید، حتی برای او جنس میخرد بکشید، حتی مغازه‌داری به او جنس میفروشد هم بکشید. یعنی یه مغازه‌داری بیچاره سوپرمارکت داره، آمریکایی میاد ازش جنس میگیره، چرا به این فروخت؟ این هم بکشید. اینجا را نگاه کن که آیه چی میگه، سنت رسول الله چی میگه و فتواهای تند ما. گاهی همین تندی ها باعث میشه که نصرت الله عزوجل از ما سلب بشه، از ما گرفته بشه. بنده خداست، مخلوق الله عزوجل است. الله عزوجل کشتنش را برای ما جایز قرار نداده. ما چون در یک موضع قدرتی قرار داریم، لذا هر کس جلوی ما، نه برای مجاهد قوانین، ضوابط، انضباط خیلی بیشتر هست تا یک انسان عادی. بسیار باید رعایت بکنه، ذره تخلف بکند نصرت الهی ازش سلب میشه، بالخصوص در باب کشتن انسان. ببینید که از آیه معلوم میشه که الله عزوجل به این صورت که ماها فکر میکنیم، ماها تندی داریم، اللهی که جهاد را برای ما مشروع قرار داده، الله عزوجل اینقدر تند دستور نداده. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، ای مؤمنان هرگاهی که در راه خدا برای جهاد رفتید، فتبینوا، بررسی کنید، تحقیق کنید، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، نگویید به اون انسانی، به اون کسی که سلام به شما گفته، سلام القا کرده به سوی شما، لست مؤمنا، تو مؤمن نیستی. از دلش از کجا خبر داری؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، می طلبید کالای زندگی دنیا، یعنی شما هدفتون چند تا گوسفندش هست، اونو می کشید. فعند الله مغانم کثیرا،
نزد الله مغانم زیادی هست، هم الله قدرت داره به شما بده، الله خزانهش وسیع هست. مبادا به خاطر مال انسانی را از بین ببرید بگید که نه تو مؤمن نیستی. كذلك کنتم من قبل فمن الله علیکم. این تأکید برای تأکید تعمیل الله میفرماید خودتون قبلا در همین جایگاه بودید ولی بعدا مسلمان شدید. یعنی یک معنیش اینه که مباح الدم بودید، یک معنی دیگرش اینه که برای شما کشتن ارزش نداشت، هم دیگر را راحت میکشتید. اما فمن الله علیکم، الان خدا بر شما لطف کرده، به شما قانونی داده، شما را مسلمان قرار داده، الان اون وضعیت نیست. فتبینوا، الان بررسی کنید، تحقیق کنید، بعدا اقدام به قتل بکنید. ان الله کان بما تعملون خبیرا. الله عزوجل به اعمال شما خبر دارد. شما به چه نیتی میکشید، چرا میکشید، از همه احوال شما، اعمال شما، حرکات شما الله با خبر است. خب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غیر اولی الضرر. بحث جهاد است، بحث قتال است. الله تعالی می فرماید این مجاهدین گرچه مجاهدین سرزنش میشن، تذکر داده میشن، قواعد را رعایت کنند، اما فضائلشون نباید نادیده گرفت. جایگاهی که یک مجاهد دارد با جایگاه یک قاعد، یک کسی که نشسته توانایی جنگ دارد، شرایط جهاد دارد اما حرکت نمی کند، اینا با هم برابر نیستن. مجاهد در سطح بسیار بالایی هست. پس منظور از قائدین چه قائدین هستند؟ قائدین، بعضی مفسرین مثل علامه آلوسی میفرماید اینجا مراد از قائدین دو قائدین هست، یکی قائدین عن الجهاد، یکی دیگه قائدین عن الهجره، چون در ادامه بحث هجرت است و خدای تعالی حکم تأکیدی بر هجرت دارد. پس میفرماید بیان لحال القاعدین عن الهجره و بیان القاعدین عن الجهاد. بله، اثر بیان القاعدین، ببخشید اینجا بحث قاعدین عن الهجره هست. الله میفرماید لا يستوي القاعدون من المؤمنین، قاعدون از مؤمنین برابر نیستند با مجاهدین که میخوانیم. اما غیر اولی الضرر، یک قیدی الله تعالی ذکر کرده، غیر اولی الضرر. اولی الضرر یعنی معذورین، کسانی که آسیب دارند، کسانی که مشکل دارند، غیر از معذورین. کسی که معذور دیگه اون معذوره. والمجاهدون فی سبیل الله، آنانی که جهاد میکنند در راه الله به اموالهم و انفسهم، با مال و جان، اینا با هم برابر نیستند. فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، بلکه الله فضیلت داده آنانی که جهاد میکنند با مالشان، جانشان، بر قاعدین درجه، در درجه، در درجات و در رتبه ها الله تعالی به مراتب فضیلت داده مجاهد را. اونی که هم مال بذل می کند هم جان تقدیم می کند. اما و کلا وعد الله الحسنى، به هر یکی الله تعالی وعده حسنا داده. وعده حسنا قبلا خواندیم بهشت، للذین احسنوا الحسنى، به دلیل ایمان، به دلیل مسلمان بودن، به دلیل توحید در دل. اما مجاهد جایگاهش بالاست. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، و الله فضیلت داده مجاهدین را بر قاعدین اجر عظیم. بله، درجات من، تکرار است اینجا، نه؟ بعضی گفتند
اولی درباره قاعدین عن الهجرت و این دومی قاعدین عن الجهاد، دو تا جداگانه هستند. بعضی گفتن نه، همون قاعدین عن الهجرت و الجهاد هر دو را ذکر کرده، اما اینجا تکرار کرده به خاطر تعیین درجات، چون در ادامه درجات را بیان می‌فرماید. اجر عظیم، الله به اجر عظیم فضیلت داده. اون اجر عظیم چیه؟ درجات، یعنی چندین درجه منه از جانب الله. اجر عظیم درجه بندی هست، اکرام انسان ها درجه بندی هست، اجر انسان ها درجه بندی هست، پاداش درجه بندی هست. یکی پاداش میگیرد، بلا تشبیه عرض میکنم، یکی پاداش میگیرد از اداره اش، از وزارتخانه اش، از دولتش به اندازه یک سکه میگیرد. یکی پاداش میگیرد یک اتومبیل میگیرد، یکی پاداش میگیرد یک باغ و ویلای میگیرد. خیلی متفاوت هست. لذا الله تعالی میفرماید که از نظر درجات تفاوت است، از جانب درجات منه از جانب الله، و مغفرتا و رحمه، مغفرت و رحمت الله عز وجل که اینها متفاوت است. و کان الله غفورا رحیما، این علتش است چون الله بخشاینده هست و مهربان. بله. اما ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. اون عبارتی که اونجا خواندم اصلش اینجا نوشته امام نصفی: بیان لحال القاعدین عن الهجرة اثر بیان القاعدین عن الجهاد. تا به حال قاعدین هجرت بحث بود، ببخشید قاعدین جهاد بحث بود، اما از اینجا قاعدین عن الهجره هست. ببین در شرایطی هستیم که هجرت بر ما فرض لازمه، به خاطر حفاظت دین باید هجرت کرد. اگر انسان هجرت نکند و در دارالکفر بماند و جان بدهد، این انسان گناهکار مجرم است. این انسان باید پاسخگو باشد. و بنده عرض کردم خدمت شما قبلا که متاسفانه امروز برعکس. دستور به ما مسلمانان این است که حتی الامکان از دارالحرب، از دارالکفر، به خاطر حفاظت دینمون بیایم در دارالاسلام، در جایی که شرایط تعلیم برای ما فراهم است، برای فرزندان ما فراهم است، دین خدا را یاد بگیریم، به پیش بریم. اما مسلمانان در جایی که جای خودشون هست، مسکن و مأوای خودشون هست، دین هست، تعلیم هست، ایمان هست، اما به خاطر راحت طلبی، به خاطر تعیش، به خاطر زندگی بهتر میروند در جاهای زندگی میکنند در دار کفر. میگه اینجا زندگی راحتی هست، همه چیز فراهمه، همه امکانات هست، همه چیز مهیا هست، بچه ها هم راحتند، همه زبان یاد میگیرن، انگلیسی یاد میگیرن، از نظر علمی که منظور از علمی علوم اصلی هست پیشرفت میکنند. غافل از این که از نظر دین کم کم میره به سمت سوی دیگه. فردا امکان داره نسلش مسیحی بشه، به طرف دینی دیگه بره، یا اینکه برای راحت طلبی انسان جاهایی میرن که هیچ خبری از دین و از عبادت و از بندگی خدا نیست. بچه ها هم که اونجا تربیت میشن، بزرگ میشن در یک ماحول غیر دینی. خب این عکس مسئله هست. اینی که هجرت نکرده، صحابه ببخشید ملائکه او را مورد بازخواست قرار میدهند. به نظر شما اونی که از دارالاسلام میره به دارالکفر، همونجا میمیره، بچه هاش همونجا تربیت میشن، تربیت آنچنانی از او سوال نمیشه؟ ببینید الله چی میفرماید: ان الذين توفاهم الملائکه. این حکم سلطانی هفتم است که باید هجرت کرد.
آنانی که ملائکه روحشان را میگیرند اونها وفات میدهند ظالمی انفسهم در حالی که ظلم کننده هستند بر خودشان. بنویسید به دلیل عدم هجرت. البته یک قیدی را اضافه کنیم، با وجود قدرت، به دلیل عدم هجرت با وجود قدرت. یکی هست که توانایی ندارد، اون الله تعالی مستضعفین را استثناء می کند. این توانایی دارد و هجرت نمی کند. به اونها چی میگن؟ قالوا فیما کنتم، کجا بودی؟ کجا زندگی می کردی؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، اینا میگن ما مستضعف بودیم، یعنی مغلوب بودیم، نمی گذاشتن برای طاعت، نمی گذاشتن برای عبادت، نمی گذاشتن برای توحید، برای نام الله را گرفتن. لذا ما مجبور بودیم، مظلوم بودیم، چنان ستمی بر ما بود. ملائکه از طرف الله عزوجل ملامت می کنند. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، آیا زمین خدا وسیع نبود که شما هجرت کنید در آن زمین؟ هجرت نکردی، دین را از دست دادی، ایمان را یاد نگرفتی، از خدا بیخبر و بیگانه ماندی، خودت، اهلت، اولادت. میگه که نگذاشتند. فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا، اینها جایگاهشون جهنم است و مرجع بسیار بدی است. از فحوای آیه معلوم میشه که کسانی که به خاطر هجرت نکردن آخر دین و ایمان را از دست داده. الا المستضعفین من الرجال استثناء است. به این خاطر اونجا عرض کردم قید با وجود قدرت بذارید، این اونه که قدرت نداشته. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر مستضعفین از مردان و زنان و بچه هایی که لا یستطیعون حیله نمیتونن بکنن، یعنی تدبیر. منظور از حیله تدبیر بلد نیستن، راهکاری بلد نیستند. ولا یهتدون سبیلا، از نظر راه بلد نیستند، بر هدایت نیستند، یعنی راهی ندارند، راهی نمی بینند که برند. فاولئک عسى الله ان یعفو عنهم، نتیجه ثمره اینها امید هست، توقع هست الله از اینها عفو کند، بستگی دارد به عذر. و کان الله عفوا غفورا، الله تعالی عفو کننده و بخشاینده هست. و من یهاجر فی سبیل الله، بعد از اینکه ملامتی را الله تعالی ذکر کرد و بیان کرد برای کسانی که هجرت نمی کنند بدون دلیل، بدون عذر، حال ترغیب بیان می فرماید به سوی هجرت. انسان فکر میکنه که اگر هجرت بکنم زمینم را بذارم، باغم را بذارم، مغازه را بذارم، دیگه از گرسنگی میمیرم. الله تعالی وعده داده که من برایش فراخ میکنم، من بهش بیشتر میدم. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، هر کسی هجرت کند در راه الله میبیند در زمین مراغما. مراغم از رغام است، رغام میگن خاک را، رغم انف ابی ذر، خاک را میگویند. منظور از خاک اینجا چی هست؟ یعنی زمین وسیعی میبیند. مراغما کثیرا یعنی بلاد زیادی، وسع و وسعت میبیند. سعه گفتن وسعت مالی مراد است، یعنی خدای عزوجل برایش همه چیز را فراخ میکنه. بنده همیشه عرض میکنم روی یک نکته گاهی توجه میکنم، کسانی که هجرت کردند به خاطر خدا، الان اخیراً از بلاد دیگه، از بلاد شام و سوریه و عراق و این بلاد هم هجرت های صورت گرفته، اما در عصر ما بزرگترین هجرتی که اتفاق افتاد از افغانستان
اون زمانی که هجرت بود به اون صورت جنگی هم نبود که ناامنی بگیم باشه، فقط یک کودتای شد و تمام شد. اما مردم هجرت کردند، احساس کردند در یک حکومت کمونیستی قرار دارند، آینده ما و آینده اولاد ما در خطر است از نظر دین و ایمان. هجرت کردند، رفتند در بلاد مختلف، در ملک های همجوار سختی ها را تحمل کردند. ابتدا سخت بود، اما میبینیم این آیه واقعا محقق شد. به برکت همون هجرت از نظر مالی، از نظر مادی، از نظر کاسبی، امروز بزرگترین کاسبهای مسلمان و تجار مسلمان بیشتر اهل افغانستانند و بازارها و نبض اقتصاد در دست اینهاست. ببین یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعا، از بازار خود ما گرفته، از بازار زاهدان چهار رسولی تا بازار مشهد تا بازارهای پاکستان، کویت، کراچی، کسانی که رفتن میدونن، تا بازارهای امارات، کشورهای حاشیه نشین خلیج، تا بازار مکه، مدینه، جده و بازارهای غیر مسلمان. بیشترین تجاری که مسلمان هستند اهل این کشورند. معتقدم این همین وعده الهی است، به خاطر هجرت است. لذا هر کسی در راه الله عزوجل هجرت کنه، این نیست که از گرسنگی میمیره، بیشتر میبینه، بیشتر مییابه. لذا الله میفرماید که یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، در زمین وسعت میبیند، از نظر مال وسعت میبیند. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، موت که هر جا می آید، چه در وطن باشی چه در هجرت باشی، اما هر کسی که خارج بشه از خانهش در حالی که هجرت کننده به سوی الله و رسول، این هجرت به سوی خدا است، چون دین خدا را حفاظت کردن است. ثم یدرکه الموت، سپس او را موت دریابد، فقد وقع اجره علی الله، اجرش بر الله واقع شده. علی الله پایین علا بنویسه تفضلا، الله فضل فرموده و اجرش میده. و کان الله غفورا رحیما، خداوند نسبت به چنین بندگان بخشاینده است، همه گناهانشون را کفاره میفرماید، مهربان است، لطف میفرماید. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. حکم سلطانیه هشتم هست. عرض کردم احکام سلطانیه و احکامی که مربوط به حاکم هستند 9 تا هستند، این هشتمی هست. الله می فرماید که هرگاه که شما مسافرت کردید، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، بر شما گناهی نیست که نماز را قصر کنید. پایین فلیس علیکم جناح یه چیزی بنویسید که از نظر فقهی مشکلتون حل میشه. فلیس علیکم جناح گناهی نیست بلکه لازم است. عرض میکنم در این رابطه، این که نمازتون را قصر کنید، یعنی 4 رکعتی را 2 رکعتی بخوانید. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر می ترسیدید که کفار شما را در فتنه واقع می کنند، یعنی شما را می کشند، از بین می برند. ببینید قصر در نماز در سفر، قصر نماز در سفر، آیا شرطش اینه که ان خفتم خوف باشد؟ با توجه به این آیه بعضی از فقها بیشتر ظاهریه معتقد است که برای قصر نماز خوف دشمن شرطه، اما جمهور علما فقها معتقدند که ان خفتم این قید اتفاقی است. این قید چیه؟ قید اتفاقی است، قید احترازی نیست که اگر خوف بود قصر کن، اگر خوف نبود قصر
نکن. شما در جاهای متعددی این نوع قیود را شما خواندید قیود اتفاقی گاهی، چون عموما جنگ همراه با خوف است، لذا اون قید را الله تعالی می فرماید، بیان می فرماید، اما حکم به اون قید هیچ بستگی ندارد، ارتباطی ندارد. یعنی قصر صلات بر خوف موقوف نیست. بس بقیه مفسرین معتقدن این قید اتفاقی است. حضرت شاه ولی الله رحمه الله معتقد است که این قید اتفاقی هم نیست، بلکه منظور از این قصر دیگه هست. ببین یک قصر اونه که شما نماز را 4 رکعت را 2 رکعت میکنید، اون برای هر مسافری هست، چه در جهاد باشه، چه در سفر تجارت باشه، چه در سفر سیر و تفریح و تماشا باشه، اون قصر است. اما یک قصر فی القراءت است. اینجا الله تعالی یه تخفیفی دیگه داده که اگر خطر دشمن هست نماز را بسیار کوتاه بخوان، بسیار مختصر بخوان. علاوه از این که 2 رکعتش میکنی، یک آیه یک تسبیح بخوان، نماز را تمام بکن و از خود دفاع بکن. شاه ولی الله میفرماید این نکته اینجا هست. پس فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، منظور از قصر چی هست؟ 4 رکعت را 2 رکعت خواندن؟ نه، اون که به جای خود، اون یک رخصت جداگانه الهی هست. فلیس علیکم جناح ان تقصروا، که نماز را بسیار کوتاه بخوانی، بسیار مختصر بخوان. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر خطر هست که دشمن شما را از پای در بیاورد و به شما حمله ور بشه. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، چون کافرین دشمن آشکار و ظاهر شما هستند. اما یک طریق دیگری برای صلات خوف هست، برای نماز خوف هست، که الله عزوجل اینجا به پیامبرش خطاب می کند که شما در میانشون بودید، شما به این شکل نماز بخوانید، نماز خوف، که با یک گروه 1 رکعت و یک گروه دیگه میره در مقابل دشمن قرار میگیرد. اون گروه که تمام میکند با گروه دوم رکعت دوم را بعد هر گروه رکعتش را تکمیل میکند. خب این آیه را گرچه گفتن این نوع صلات خوف مخصوص رسول الله است، بعضی گفتن، اما جمهور معتقدن نخیر، نماز خوف مخصوص رسول الله نیست. هر وقتی که هر حاکم دیگری هم باشد و مردم میخوان پشت سر اون حاکم نماز بخوانند، این رخصت برایشان هست. چنانچه قرطبی گفته هذه الآیه خطاب للنبی صلی الله علیه وسلم و هو یتناول الامراء بعده الى یوم القیامه، بعد از رسول الله بقیه امرا را تا قیامت همه را شامل میشه. لذا الله می فرماید و اذا كنت فیهم فاقمت لهم الصلاة، هرگاه در میانشان بودی نماز را برپا کردی، برایشان اقامه کردی، فلتقم طائفة منهم معك، باید یک گروهی باشد با شما، بایستد با شما، ولیأخذوا اسلحتهم، آماده باش هم باشد، اسلحه هم بدوش باشد. فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم، هرگاه اینها سجده کردن یعنی 1 رکعت خواندن، اینها باید پشت سر برند سنگر را بگیرند. ولتأتی طائفة اخرى لم یصلوا، گروه دیگری بیاید که نماز نخوانده، فلیصلوا معك ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، اونها بیان با شما 1 رکعت دیگر را بخوانند، ولیأخذوا حذرهم، آنها بگیرند حذر قبلا خواندی، آمادگی و احتیاط لازم را بگیرند، و اسلحتهم، اسلحهشون را بگیرند، اونها بیاند و نماز بخونند. خب اون رکعتی که اون دومی میخواند سلام میگید بلند بشه 1 رکعتش را بخواند، باز اون گروه اول برند. چند صورت صلات خوف هستن که در فقه شما خواندید. ود الذین کفروا، علت مشروعیت صلات خوف در یکی از غزوات اونها گفتن که ما غفلت کردیم، اینا وقت نماز ظهر بودن بینا حمله میکردیم، پس بیایم نماز عصر همین کار رو بکنیم. در نماز عصر نماز خوف مشروع شد و اجازه داده شد.
لذا الله میفرماید دوست دارند کفار لو تغفلونه، لو مصدریه است، ای غفلتکم، دوست دارن غفلت شما را از اسلحه و از وسائلتان، فیمیلون علیکم میلتا واحده، میله واحده، حمله واحده بر شما بکنند. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم. گاهی اعذار دیگه هست، عذرهای دیگه هست، لازم نیست اسلحه بدوش باشد، مریضی هست، مشکل هست، اسلحه را به زمین بگذار، اسلحه را آویزان بکن، اما آماده باش، احتیاط لازم را و دقت لازم را داشته باش. لذا الله می فرماید که ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر، اذیتی از جانب به دلیل مطر، یعنی مشکلات جاده و راه و طریق، او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم، یا مریض بودید اینکه اسلحتون را بذارید، و خذوا حذرکم، و جانب احتیاط را بگیرید، آماده باش باشید. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، این که در دنیا خدا شما را دستور داده آماده باشید، دشمنان خدا را دیدید بزرید، اما تنها به این عذاب خدا بسنده نکرده که شما را گفته اینجا بزنیدشون، بلکه در آخرت هم برایشون عذاب ذلتباری مهیا فرموده. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، برای کافرین که شما اینجا هم اونها را، شما برای اونها عذابی هستید و خار چشمی هستید، در آخرت هم الله تعالی برای اونها عذاب ذلتبار آماده کرده. فاذا اطمأننتم فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الله می فرماید بعد از اینکه نماز را تمام کردید، منظور نماز خوف است، شما در هر حالی هستید، در سنگرید، ایستادید، نشستید، غلطیدید، در هر حال الله را یاد کنید. ذکر الله موجب میشه، موجب تقویت روحی میشه، و ذکر الله، نماز که خودش از اول تا آخر ذکر است، اما ذکر الله عزوجل هر کاری را مقبول میگردن. گاهی ما اعمالی انجام میدیم، فرائضی انجام میدیم، این اعمال و فرائض اگر همراه با ذکر باشه، عرض کردم نماز خودش ذکره، اما بقیه اعمال مثل جهاد که الله تعالی اینجا فرموده، مثل روزه که ما میگیریم، هر چی که همراه با ذکر بشه مقبولیت بیشتر میشه، اثرات معنوی بیشتر میشه. به این خاطر ببین جهاد است، جهاد عمل مهمی هست، فریضه مهمی هست، اما مجاهد مقبولتر اون مجاهدی هست که دستش به کاره، به شمشیره، به اسلحه است و دلش به یاره، با ذکر و یاد الله عزوجل. همچنین ما عمل دیگه میکنیم، درس میخوانیم، تدریس داریم، نگهبانی میکنیم، عرض کنم که روزه میگیریم، هر عملی میکنیم، هر چی که ذکر بیشتر باشد این باعث تقویت روحی ما در اون عمل خواهد بود و باعث مقبولیت بیشتر اون عمل خواهد بود. پس ذکر ممد و معاون هست برای مقبولیت امور دیگر. الله می فرماید فاذا قضیتم الصلاة، هرگاه نماز را ادا کردید، فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، الله را یاد کنید ایستاده، نشسته و بر پهلو غلطیده. فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاة، هرگاه ایمن شدید، اطمینان یافتید، خوف تمام شد، فاقیموا الصلاة، نماز را برپا دارید همراه با شرایط اصلی، قوانین اصلی، همانطوری که بر شما مشروع شده. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بدون شک نماز هست بر مؤمنان کتابا موقوتا، فریضه‌ای که وقتش تعیین شده هست.
فریضه‌ای که وقتش تعیین شده هست، مشخص شده هست. از این آیه علمای احناف، امام ابو حنیفه رحمه الله استدلال میگیرند که نماز وقتش تعیین شده هست. وقتش در حدیث جبرائیل که ابتداءً آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم را با رسول الله نماز خواند و بعد صحابی که آمد و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید و آن حضرت 2 روز نگهش داشت و 1 روز در اول وقت خواند، 1 روز در آخر وقت خواند و فرمود که وقت بین این دوتا هست. با این احادیث وقتش تعیین شده هست، از وقتش نباید عدول کند. ما اجازه ادغام نداریم. بعضی اوقات ایراد میگیرن بر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، بعضی میگن این احادیث صریح هستند، چرا به این احادیث عمل نکرده؟ و بعضی احادیث دیگر که میگن مرجوع ترن، اون احادیث را گرفته. من این نکته را خدمت شما عرض کنم که امام ابو حنیفه اصلی که دارن و نه تنها اصلی از نظر ایشون است، از نظر همه فقها، که برای ما 4 اصل هستند از نظر استنباط و استدلال. اولی قرآن، دوم سنت. به این اصل امام ابو حنیفه پایبندند و استنباطات و استدلالاتی که از قرآن میگیره، اون استدلالات کمتر امامی میبینیم که اون استدلالات را میگیره. لذا ایشون معتقد است که اول کلام الله، وقتی که دستوری در کلام الله بود، بقیه احادیث را گذشته از این که احادیث با هم از نظر قوت و ضعف متفاوت هستند، احادیث را ما چیکار میکنیم؟ تطبیق میدیم، موافق میکنیم با کتاب الله. لذا در احادیث توجیه میکنه، نه اینکه حدیث به ایشون نرسیده، چون آیه هست. اینجا آیه میگه ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقتش تعیین شده است. وقتی که وقتش تعیین شده است، ما میخوانیم در بعضی صورتها جمع شده، رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع میکرده، لذا طوری توجیه میفرماید که به این آیه هم عمل بشه، به حدیث هم عمل بشه. میگه جمع سوری هست، یعنی هر نمازی به وقت خودش خونده شده. نماز ظهر در آخر وقت خونده شده، نماز عصر در اول وقت خونده شده. پس به کتاب موقوتا هم عمل شد. به چی؟ به جمع هم عمل شد. و بعض از حدیث عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه تایید هم میارند. بنابراین نمیخوام زیاد بحث فقهی بکنم، دلائل را در این رابطه موضوع ما نیست. اینو میخواستم عرض کنم که از این آیه به این صورت ایشون استنباط میگیرم. ولا تهینوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون. اینجا بحث، چون بحث قتال بود، بحث جهاد بود در آیه گذشته، لذا الله تعالی میفرماید در تعقیب قوم، در تعقیب مشرکین، منافقین، فخذوهم حیث وجدتموهم، فرمود در تعقیب اونها شما از خود ضعف و سستی و وهن نشان ندهید. هر جا که یافتید اونها را، ولا تهینوا فی ابتغاء القوم، مراد از قوم مشرکین است. در طلب و تعقیب قوم شما سستی نکنید. ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. خب بحث مشکلات هست، رنج و تکلیف هست. الله تعالی می فرماید این رنجی، این مشکلاتی، این علمی که شما تحمل کردید در جنگ تنها برای شما نیست، اونا هم تحمل کردن. رقیب شما کفار هم، اگر شما در احد 70 تا شهید دادید، اونا هم 70 تا کشته دادند.
لذا در جنگ این مسائل هست، اما یک تفاوتی شما با اونها دارید. شما به رب ایمان داری، اونها ایمان ندارن. شما امیدی برای فردایتون دارید، اونها امیدی ندارند. لذا بس شما باید از اونها قوی تر باشید، با روحیه بالاتر باشید. الله می فرماید ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. اگر شما متعلم شدید، دردناک شدید، رنج و زحمت بر شما آمد، فانهم یعلمون، آنها هم متعلم شدن چنانچه شما شدید. اما فرقتون اینه، این مقتضی هست که شما قوت قلب داشته باشید. این می طلبد که شما باید روحیتون از روحیه اونها به مراتب قوی تر باشد. و این چنین است، در جبهه ها می بینیم که روحیه مسلمان بسیار قوی هست. چرا؟ چون که کافر آینده ای ندارد، امیدی ندارد، مسلمان دارد. و ترجون من الله ما لا یرجون. شما از الله امید دارید، انتظار دارید، توقع دارید، آنچه که آنها ندارند. شما بهشت را انتظار دارید، مغفرت رب را، روح و ریحان را، آخرت آباد را. و کان الله علیما حکیما. الله علیم هست، همه چیز را میداند. دستوراتی که برای شما صادر میفرماید، این دستورات از روی علم هست و اما دستوراتش مملو از حکمت هم هست. در اجرای این دستورات کلی برای شما خیر وجود دارد. انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. حکم دیگر از احکام سلطانیه. این حکم هم برای حاکم است، برای سلطان است، برای قاضی هست، برای کسی که در رأس امور هست. خلاصه این حکم اینه که هیچ وقت نباید حاکم حامی خائن باشد و همچنین نباید که به ظاهر نگاه بکند. باید در حل مسائل، در حل و فصل مسائل دقت لازم را داشته باشد. این آیات اشاره به جریانی هم دارد در این چنین موارد. عرض کردم شأن نزول را بیان میکنیم چون فهم آیه به شأن نزول موقوف هست، و الا در بسیار جاها شأن نزول ها ذهن ما را حصر میکند و بند میکند در یک جریان. اما مصداق آیه عمومی هست. جریان این بود که یکی از منافقین به نام طعمه بن عبیرق، این دزدی کرد، سرقتی کرد از منزل یک صحابی به نام رفاعه بن زید. در این سرقت و دزدی یک زره جنگی را دزدید و یک کیسه آرد را. اینها را نیمه شب برد به خانهش، اما وقتی که برد متوجه شد که کیسه آرد سوراخ بوده و آثاری در راه به جا مانده. چیکار کرد؟ اینها را برد خونه یک یهودی امانت گذاشت، یهودی به نام زید ابن یاسمین. گفت که اینها پیش تو امانت باشد. اونجا وقتی که برد رسوا شد و خراب شد از پیشش، تا جایی که توانست آثار را از بین برد. اما روز بعد اون مسلمانی که از پیشش سرقت شده بود، رفاعه ابن زید، اون دنبال کرد، تعقیب کرد تا اینکه خلاصه مچ این منافق را، طعمه را گرفت. و بعد از اینکه این را گرفت، این گفت که من نبودم و خلاصه دنبال کرد اثر را و برد به خانه یهودی. گفت دزد شما اینه، من نیستم. یهودی را متهم کرد. یهودی که از دنیا خبر نداشت به سر گوشش زد که من نبودم. این منافق گفت نه این بوده. و بعد اینها جریانشو به خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کشید. اما
منافقین شب با هم مشوره کردند، تمام فامیلش، فک و فامیلش همه آمدند و دفاع کردند از این تومه و خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شکایت کردند از دست یهودی که دزدی کرده و الان ما را متهم میکنه. دلیلش هم اینه که اون زره و اون آردی که گم شده در خانه یهودی بوده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم وقتی که دلائل را نگاه کرد، شواهد را نگاه کرد و تمام حمایت و پشتیبانی قوم را، پیامبر خدا غیب نمیداند، اگر غیب میدانست میگفت جریان چیه. لذا آن حضرت نزدیک بود که اشتباهاً حکم صادر بکند. آن حضرت میخواست که دست این یهودی را قطع بکند به عنوان دزدی. الله عزوجل آیه را نازل کرد، چون پیغمبران معصومند. ما اعتقاد داریم پیغمبران از خطا الله تعالی اونها را معصوم قرار داده، لذا اگر گاهی قرار باشد که خطایی مرتکب بشند، الله عزوجل به وقت اونها را یادآوری میکند، تذکر میکند. تفسیر معالم التنزیل میگوید فهم النبی صلی الله علیه و سلم ان یقطع زید الیهودی. رسول الله قصد کرد که دست زید یهودی را قطع کند. تفسیر خازن میگه فلما اطلعه الله على کذب قوم تومه، وقتی که الله پیغمبر خودش را متوجه و مطلع کرد که قوم تومه داره دروغ میگه، عرف انه لو وقع ذلك الامر، پیغمبر متوجه شد که اگر این کار اتفاق میافتاد لکان خطأ فی نفس الامر، این خطایی بود در نفس امر. لذا اون منافقین را گفت شما بیایید، فک و فامیلش را گفت شما بیایید از خدا مغفرت بطلبید. لذا این حکم تحقیق، حکم بررسی، حکم جستجو کردن و زود حکم صادر نکردن. الله می فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، همانا ما فرو فرستادیم به سوی شما کتاب را به حق. به حق یعنی به صداقت، به راستی. چند معنا کردیم حق را اینجا به معنی درستی و صداقت است. لتحکم بین الناس بما اراک الله، این اغراض منزل است تا که شما داوری بفرمایید، حکمیت بفرمایید بین مردم به آنچه که الله به شما نشان داده. ولا تکن للخائنین خصیما، شما از خائنین دفاع نکنید، خصم اونها نباشید، مدافع، وکیل مدافع اونها نباشید. واستغفر الله، اینجا الله تعالی پیغمبرش را فامره بالاستغفار من و این کان معذورا، گرچه پیغمبر معذور بود چون علم نداشت، علم غیب نداشت، ولی باز هم استغفار که ما گاهی میخوانیم برای چنین موارد، چنین زلات. الان ببینید اینجا اگر پیغمبر حکمی صادر میکرد، اگر یک قاضی حکمی صادر بکند بر اساس اجتهاد، گناه کی نیست؟ گناه نیست. و الله تعالی میفرماید واستغفر الله. پس اونجایی که میگیم که خدای تعالی میفرماید که برای گناهانت مغفرت بخواه، اونا هم گناه حقیقی نیستند، شبیه این هستند که یک سری زلات هستند، اجتهادات هستند، خلاف اولا هستند، در واقع گناه نیستند. ان الله کان غفورا رحیما. واستغفر الله از چی؟ مما هممت به من معاطبت الیهودی، میخواستی یهودی را به کیفر عملش برسانی. همانا الله غفور و مهربان است. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، الله می فرماید دفاع نکن، جدال نکن از کسانی که بر خودشان خیانت کردند. یعنی یختانون انفسهم، منظور در دل خیانت کردند، خودشون میدونن تو دل که ما خائنیم. ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما، بدون شک الله دوست ندارد هر انسانی که
خوان باشد، خائن باشد و گناهکار باشد. یستخفون من الناس، این کیفیت درونی. الان که خدا رسوایشون کرده، به خاطر پاپوش کردن این مسئله چیکار میکنه؟ به خاطر مخفی کردن از مردم خجالت میکشند، اما از الله خجالت نمیکشند. از مردم حیا میکنند، اما از خدا حیا ندارند. یک معنی یستخفون همون حیا و خجالت است، یه معنی دیگرش مخفی کردن. خب مخفی کردن هم به خاطر همون حیا و خجالت میشه، اثر همون هست، پایان و نهایه اون هست. یستخفون من الناس، خجالت میکشن از مردم. ولا یستخفون من الله، از الله شرم نمی کنند، حیا نمی کنند. در حالی که هر کسی باید اینقدر اعتقاد و باور داشته باشد که من هر جا باشم خدا با من هست. در حالی که الله میفرما اون شبی که اونها با هم نشستند، برنامه ریزی کردند، توطئه کردند، با هم مشوره کردند که چطور نقشه رو به پیش ببریم، الله که بود، الله حاضر بود، از خدا خجالت نمی کشید. پس ما هم باید بدونیم هر کاری ما میکنیم، هر شوری میکنیم، اگر این شور ما خلاف قانون الله باشد، بر اساس گناه باشد، بر اساس معصیت باشد، بالا کشیدن مال انسانی باشد، قتل انسان، بی آبرو کردن مسلمان باشد، الله با ما هست. باید خجالت کشید از خدا، باید شرم کرد. انسان در تنهایی هم فیصله‌ای که خلاف دستور رب باشد نباید بکند. این اندازه تقوا باشد، این اندازه به این آیه باور باشد. الله می فرماید ولا یستخفون من الله وهو معهم، در حالی که الله باشون بود، اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، زمانی که آنها شب می گذرانیدند و شب سپری کردند بر آنچه که الله راضی نبود از سخن. یعنی شب را به سخن و به مشوره‌ای و به فیصله سپری کردند که الله دوست نداشت. و کان الله بما یعملون محیطا، الله به آنچه که اینها عمل میکنند از نظر علمی احاطه کرده. محیطا می‌نویسه به اعتبار علم، یعنی الله تعالی کاملا میدوند اینها چیکار میکنند. حال الله تعالی اینجا زجر توبیخ بیان میفرماید، سرزنش میکند قومش را. شما اینجا در دنیا ازش دفاع میکنید، در آخرت کیه که دفاع بکنه؟ ما هم گاهی از فامیلمون خیلی مهم است این ظرافت هایی که قرآن اشاره میکند. امکان داره کسی امروز از نظر اعتقادی منافق نباشه ولی از نظر عملی نفاق هست. پیغمبر فرموده، علائم را بیان فرموده، سخن میگوید دروغ میگوید، برو اطمینان میشه خیانت میکند، وعده میکند خلف وعد میکنه. اینها نفاقهای عملی هستند. یکی از صورتهای نفاقهای عملی حمایت کردن از فامیل است، ولو اینکه فامیلمون بر باطل باشد، ولو اینکه قاتل باشد، جانی باشد، فامیل سعی میکنه اون پناه بده، اون مخفی بکند. اون اگر بناحق کسی را گروگان برده، فامیل ازش دفاع میکند. این نفاق عملی هست. الله میفرماید شما اینجا ازش دفاع میکنید، روز قیامت که به عنوان مجرم در دادگاه عدل الهی قرار بگیره، اونجا کی ازش دفاع میکنه؟ اونجا جرأت داری دفاع بکنی؟ لذا الله میفرماید این آیات را ما فقط به همون مصداق اولی نبریم، اون یک مصداقی بود، امروز ما هم میتونیم مصداقش قرار بگیریم. ها انتم هؤلاء، توبیخ، سرزنش، زجر بنویس. آگاه باش، خبردار شما اینهایی که اینجا هستید، جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا، شما بحث کردید، جدال کردید، دفاع کردید از آنان در زندگی دنیا. فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه، چه کسی است که با خدا بحث بکند، جدال بکند از آنها، در دفاع از آنها روز قیامت؟ امن یکون علیهم وکیلا، یا کی هست که بر اونها وکیل بشه، ضامن بشه؟ یا از نظر علمی، چون اینجا که در دنیا ما وکیل میگیریم از نظر علمی و از نظر قانون
بندها و قانون را نگاه میکنه و سعی میکنه از یک مجرم دفاع بکنه. اونجا کی است که از نظر علمی بیاد وکیلش بشه؟ و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. سبحان الله، چه رب مهربانی، بازم ترغیب میده به سوی توبه. این همه گناه کردی، این همه جنایت کردی، برگرد به سوی الله. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، گرچه 100 بار توبه شکستی باز و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، هر کسی که سوئی انجام داد، عمل بدی انجام داد، او یظلم نفسه، یا بر خود ظلم کرد. اینجا 2 گناه را خدا اشاره کرده، یکی گناه لازم، یکی گناه متعدی. او یظلم نفسه لازم هست، همینی که بر خود ظلم کردی، این ضررش آسیبش به کسی دیگه نرسید. سوء متعدی هست، اونه که بد کردی به دیگران آسیب رسوندی. مثلا همینجا این گناه متعدی بود، نه؟ از مسلمانی مالش را بردی، به او ضرر دادی. یکی دیگه غیر مسلمانی را، یهودی را، آبروش را بردی، متهمش کردی، پریشانش کردی. این سوء هست، یعنی انسان کاری میکند که اثرات این گناه، اثرات منفیش بر دیگران واقع میشه. او یظلم نفسه، اون هست که انسان گناهی میکند که ظلمش فقط بر خودش هست، ستم بر خود هست، به کسی دیگه ضرر نمیده. لذا هر 2 نوع گناه را الله میفرماید. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، چه گناهی میکند و به دیگری آسیب میرساند، چه بر خود ظلم میکند، یعنی گناه غیر متعدی. ثم یستغفر الله، سپس از الله مغفرت میطلبد. یجد الله غفورا رحیما، الله را مییابد بخشاینده و مهربان. الله میبخشد، الله مهربان است. نه تنها میبخشد، بعد از بخشیدن مهربانی هم میکند. بعد از بخشیدن لطف میکند. دیگه عنایاتی به این انسانی که از ته دل و از صمیم قلب توبه کرده خواهد داشت. و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه، تأکید توبه. اونجا ترغیب توبه بود، این تأکید توبه هست. و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه، هر کسی گناهی کسب کند بداند که جزی نیست که یکسبه علی نفسه، کسب کرده بر نفس خودش، یعنی ضررش فقط به خودش، متوجه خودش هست. باید توبه کند. و کان الله علیما حکیما، الله میداند، علیم است، همه گناهان را میداند. حکیم با حکمت است، به وقت جزا میده. اما این مهلت دادن هم مملو از حکمت است، حکمت هاست تا بندگان خدا توبه کنند. اما اون انجام گناه بود که انسان به خود میکنه. اما سپس یک انسان بیگناهی را متهم بکند، این که گناهش دبل است. و من یکسب خطیئتا او اثما، هر کسی که کسب کند خطیئه یا گناهی. خطیئه و گناه، بعضی گفتند خطیئه صغیره را میگویند، اثم کبیره را میگویند، گناهی کوچک یا گناه بزرگ. بعضی گفتن نه، خطیئه در این جریان که خواندیم دزدیدن زره هست، اسم قسم دروغین است. قیل ان الخطیئه هی سرقة الدرع والاسم هو یمینه الکاذب. خازن، تفسیر خازن گفته. و من یکسب خطیئتا او اثما، کسی که خطایی یا گناهی مرتکب بشه، ثم یرمی به بریئا، سپس چند برابرش میکنه که تهمت میزنه یک انسان بیگناهی را. بری یعنی از این گناه بری است، از این گناه بیخبر است.
فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، این انسان به دوش گرفت بهتانی را، بهتانی بر یک انسانی که بیخبر است، و اسم مبینا و گناه آشکاری. پس باید که چی؟ باید که این انسان توبه بکند، رجوع بکند، جبران بکند. حال در پایان این جریان الله عزوجل منت خودش را و احسان خودش را ذکر می فرماید. امتنان الهی، خدا بر شما لطف کرد و الا شما می لغزیدید، دچار اشتباهی می شدید، یه انسان بری و بیخبر و بیگناهی را دستش را قطع می کردید. ولولا فضل الله علیک و رحمته، اگر فضل الله بر تو نبود ای پیامبر و رحمت خدا نبود، لهمت طائفة منهم ان یضلوک. بله، ولولا فضل الله علیک و رحمته، این شرط است، جزا مقدره. لهمت طائفة علت الدلیل جزاست. بس جزا چیه؟ ولولا فضل الله علیک و رحمته لاضلوک، اگر فضل و رحمت خدا نبود اینها شما را می لغزوندند، شما را در اشتباه واقع می کردند. چرا؟ لهمت این علت است، چون که البته قصد کرد طائفه ای از اینها که ان یضلوک، این که شما را بلغزاند، شما را در اشتباه واقع کند، اما کور خواندند و ما یضلون الا انفسهم، آنها در واقع گمراه نمی کنند مگر خودشان را. و ما یضرونک من شیء، به شما هیچ آسیبی نمی رسد. و انزل الله علیک الکتاب والحکمه، به خاطر شفافیت، به خاطر اینکه مسئله واضح بشه، الله بر شما کتاب و حکمت نازل کرده. و انزل الله علیک الکتاب والحکمه و علمک ما لم تکن تعلم، خداوند به شما تعلیم داد، به شما یاد داد اون چی که شما نمیدونستید. و علمک ما لم تکن تعلم، چی را خدا به شما داد؟ ببینید بعضی از اهل خرافات بریلویه از این آیه استدلال میگیرن، میگن ما عام هست، یعنی تمام مغیبات را خدا بهت داد. و علمک ما لم تکن تعلم، هر چی که نمیدانستی خدا بهت داد. اما این غلطه. ما درسته برای عموم هست، عام هست، اما عام تا عام داریم، استغراق تا استغراق داریم. یکی هست عموم به صورت کلی و یکی هست که عامی که شامل اون چی که معهود هست، معلوم هست و اون چیزی که مراد الله هست. و الا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همه اون چیزی که الله داده نداشته. اگر اونطور باشد پس ما هم داریم، چون خداوند به ما هم میگه و علمکم ما لم تکونوا تعلمون و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. شما را خدا یاد میده هر چی که شما نمیدونید. الان همه چیز را ما میدونیم، اکثر چیزها را ما نمیدونیم، خیلی اندک میدونیم. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پس ما به اون عمومی که استغراق کلی باشد، شامل همه باشد نیست، بلکه این اضافی هست، استغراق اضافی. اونهایی که مد نظر هستند از احکام شریعت، از احکام دین، از چیزهایی که شما نیاز دارید. ببینید علامه قرطبی نوشته و علمک ما لم تکن تعلم من الشرائع والاحکام. و علمک ما لم تکن تعلم، پس آنچه که از شرائع، مثل همین دستور نمیدونسته الله بهت داد، پس من الشرائع والاحکام هست، نه تمام مسائل غیب. و کان فضل الله علیک عظیما، فضل الله بر تو بسیار زیاد است، بسیار بزرگ هست. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس.
بعضی نجواها هستن، نجوا سرگوشی و جلسه خصوصی و جلسه پشت درهای بسته را میگند. جلسه خصوصی که منافقین داشتن به خاطر اینکه چی؟ فامیل خودشون را تبرئه بکنند و یهودی بیچاره را بدبخت کنند و متهم به دزدی بکنند. لذا الله عزوجل مورد نکوهش قرار میده، مورد مذمت قرار میده. تمام اون جلساتی که اون جلسات در جهت شره، تمام اون مشوره هایی که توطئه هست، مگر جلسه خصوصی که در جهت خیر باشد، در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح بین الناس باشه. لذا الله می فرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم، در بسیاری از نجوا، سرگوشی ها، جلسات خصوصی خیری نیست، یعنی ثوابی نیست، برکتی نیست، رضایت رب نیست. الا من امر بصدقه او معروف، مگر آن جلسه اون کسی که امر به صدقه بکند، با هم بشینند درباره فقرای شهر مشوره کنند چه کار بکنیم که اینها به نوایی برسند، از گرسنگی درآیند. او معروف، یا سخنی نیکو، او اصلاح بین الناس، یا جلساتی که به منظور صلح بین مردم گرفته میشه. و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هر کسی که جلساتشون خوشا به حال اون جلسات خصوصی که در جهت نفع مسلمانان انجام میگیرد، در جهت امر به معروف، نهی از منکر، رفاه برای بندگان خدا انجام میگیرد، الله اینجا وعده داده. الله میفرماید و من یفعل ذلك، هر کسی این کار را میکند، این نوع جلسات، این نوع سرگوشی ها، به خاطر ابتغاء مرضات الله، به خاطر طلب رضای مولا، الله می فرماید فسوف نؤتیه اجرا عظیما، ان قریب به این انسان ها ما میدیم اجر و پاداش بسیار زیاد. اما کسانی که جلسه میگیرند در جهت خلاف اسلام، خلاف مسلمین، خلاف رسول الله، و من یشاقق الرسول، نتیجه مخالفت، هر کسی که مخالفت کند با رسول خدا، با پیامبر خدا، من بعد ما تبین له الهدى، بعد از اینکه هدایت برش آشکار شده، برش واضح شده، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر از راه مؤمنین راههای دیگر را دنبال میکند، رب میفرماید نوله ما تولا، نوله یعنی به او می سپاریم اون چی که به عهده گرفته. یعنی چه؟ یعنی خدا توفیقش نمیده، کارش به جایی نمیرسد، موفق نمیشه. این در دنیاست بی توفیقی، و در عقبا چی؟ و نسلیه جهنم، و او را داخل جهنم میکنیم، و ساعت مصیرا، مرجع بسیار بدی هست، جای رجوع بسیار بدی هست که هر انسان باید از اون بپرهیزد.